با سلام و درود خدمت دوستداران تاریخ. در ماه اکتبر قرار داریم و ماه اکتبر یادآور انقلاب اکتبر 1917 روسیه است. در 25 اکتبر بلشویک ها و یاران لنین پتروگراد رو گرفتند. پس از قیام پتروگراد و دولت کرنسکی رو از اونجا فراری دادند و در 31 اکتبر نیز پس از یک هفته جنگ خیابانی مسکو رو فتح کردند و این در واقع میشه گفت که پیروزی اون انقلاب بود. به نظر میرسید که با پیروزی انقلاب همه چیز و مشکلات پایان یافته باشد، اما مشکلات تازه پس از پیروزی انقلاب آغاز میشه. به قول حضرت حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. انقلاب شروع میکنه به خوردن فرزندان خودش و سپس در آخر خودش رو میخوره. این خوردن فرزندان توسط انقلاب برگرفته از اسطوره یونانی ساتورن یا ساتورنوس است که اسطوره‌ای که فرزندان خودش رو میخورده به خیال این که ممکن است جای او رو در آینده بگیرند. بدین ترتیب اون انقلاب پس از خوردن فرزندان خودش سرانجام ویرانه ای از آن میمانه و نعشش. به محض اینکه لنین مرد معلوم شد که شخص دوم انقلاب یعنی تروتسکی خودفروخته و خائن بوده. در نتیجه رهبران انقلاب مانند استالین، کامنوف، زیوینیوف و بوخارین به کمک هم ابتدا تروتسکی رو از روسیه راندند و سپس در مکزیک به وسیله مزدوری به نام رامون میرکادیر با یخشکن کشتندش. اما 5 سال بعد معلوم شد که کامنوف، زیوینیوف و بوخارین نیز دشمن خلق بودند. در نتیجه محاکمه و به زودی با دستور استالین توسط هنریخ یاکودا که نفر اول وزارت امنیت روسیه بوده اعدام شدند. اندکی بعد معلوم شد که خود هنریخ یاگودا رئیس وزارت امنیت کشور هم جاسوس امپریالیستی ها بوده. مردک نه تنها جاسوس بوده بلکه از خانه باغش هزاران عکس و فیلم سکسی و حتی لباس زیر زنانه پیدا کردند. وقتی میخواستن بکشند تازه میگفت که به نظر میرسه که خدا وجود داشته باشه. میگفت من هزاران بار از دستورات خدا سرپیچی کردم تا به استالین خدمت کنم. حالا حکم مرگ مرا صادر کرده است. سرانجام او نیز به دست استالین و به دست معاونش نیکولای یژوف به گلوله بسته میشه. اما مدتی بعد معلوم میشه که خود نیکولای یژوف هم رفیق صادقی نبوده و دشمن خلق و سرسپرده
بیگانگان بوده است. در نتیجه محاکمه و این بار او به وسیله معاون خود یعنی لاورنتی بریا کشته میشه. اما چیزی نمیگذره که بعد از مرگ استالین یک مرتبه بر همگان آشکار میشه که خود لاورنتی بریا رئیس وزارت امنیت کشور نیز به وطن و انقلاب خیانت کرده و جاسوس انگلستان بوده است. در نتیجه به دست خروشچف دستگیر شده و در دادگاهی که آن را گئورگی ژوکوف بر عهده گرفته بود به مرگ محکوم و توسط او اعدام میشه. اما اندکی بعد گئورگی ژوکوف نیز عنصر نامطلوب تشخیص داده شده و از کلیه مشاغلش برکنار میشه و به اورال تبعید میشه. اصلا در همین زمان مشخص میشه که خود استالین نیز دشمن خلق و خائن بوده و نه تنها استالین بلکه اکثریت اعضای پولیتبورو نیز خودفروخته بودند. در نتیجه گور استالین را شکافته جسدش را در میارن و از مقبره لنین در میدان سرخ مسکو به کنار دیوار کرملین انتقالش میدهند. اما بعدها مشخص میشه که خود خروشچف نیز آدمی خودسر، ماجراجو و دشمن بوده. در نتیجه به وسیله برژنف برکنار شده و تا زمان مرگش در ویلایی در حومه مسکو تحت نظر قرار میگیره و حتی در سپتامبر 1971 وقتی در سن 77 سالگی میمیره در تحت شرایط شدید امنیتی دفن میشه و حتی به خانواده‌اش هم اجازه شرکت در مراسمش رو نمیدند. اما وقتی برژنف مرد و گورباچف آمد تازه فهمیدن که ای بابا این کفتار پیر یعنی برژنف بیشترین ضربه ها رو به روسیه زده و سالها جلوی پیشرفت روسیه رو گرفته بوده. اما وقتی گورباچف جوان به قدرت میرسه معلوم میگردد که اصلاً کل حزب کمونیست روسیه خائن و دشمن بوده و عجیبتر این که وقتی اتحاد جماهیر شوروی فرو میریزه معلوم میشه که خود گورباچف نیز خائن و مأمور امپریالیسم بوده تا باعث و بانی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بشه. اینجا که میرسه انقلاب بعد از خوردن همه فرزندانش این بار خودش رو میخوره و روسیه تکه پاره و تجزیه میشه. دقیقاً مثل آدم تازه مرده رو میمونه که وقتی محتویات معده رو هضم میکنه و غذایی برای خوردن در معده یافت نمیشه شروع به خوردن خود معده میکنه و خود معده اولین شام خود
پس از مرگش میشه. 3 تا زندان برای بشر وجود داره که وقتی در دام اینها میفته بیرون آمدنش بسیار مشکل میشه. اولی ایدئولوژی و تعصب ایدئولوژیکی که یک عینکی به انسان تحمیل میکنه تا واقعیت رو نبینه، تا همه چیز رو به رنگ اون عینک ببینه. دومی اسطوره هست، کیش شخصیت، پرستش انسان معمولی و بالا بردن تا سطح خدا. مجسمه های بزرگ، عظیم الجثه، دیوارهای بلند، شعار. و سومی آرمان شهر است، یعنی فدا کردن اکنون به خاطر آینده‌ای دوردست، یعنی قربانی کردن اکنون نقد برای آینده‌ای نامعلوم و نسیه، یعنی دوزخ ساختن اکنون به خاطر بهشتی موعود که هرگز فرا نمیرسه. ملت‌هایی که کمتر عقل گرا هستند معمولاً گرفتار هرسه میشن. آیزیا برلین، فیلسوف روسی تبار، سالها پیش گفته که در دنیا 2 تا ملت هستند که فوق العاده ایدئالیست هستند، یکی ایرانیان و دومی ما روس‌ها، و ایدئالیسم برای آنان لطمه بزرگی زده است. به راستی که واقع گرایی موهبتی بزرگ و عظیم هست. ایام بکام.